چای و فریزه روزتان بخیر و باشید دوستان عزیز. اینم اینجا آمدیم فریزه ده ما کوارتیر بینی رفتیم. اینم اینجا آمدیم گل فروشک فریزه ده میرو پدر کدو. ها؟ چی داده؟ Ja. Молодец, чай чему. اینا دوستان عزیز ما اینجا آمدیم کوارتیر بینی اسم منتجی افتیم 3,500 بود که آمدیم خونه خوش روز 100% اول شسته نکنیم 3,000 نمیتی افته خونه دیگه هم نیست نزدیکه که مکتب و اینه دیدست که پلاشت که داشته که بخشه اینک شدی فریزه دستان نمیشه که یکی میگیرم و همینجا نمیدونم دومای بهترین از من میندار دوستان عزیز برای کامنتاری های بینیم باید خوبه که در ویدیوی گذشته گفتید برای صفحمون برای دعای نکتون یک جهان تشکر مرجی خیلی فریزه شوخی و بازی که دستان صبح بخیر دوستان عزیز امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید ما شکرانه خدا سازیم خوبه این روز دست صبحانه باشم کم طرف خوب کتیکال بسه بیرون میکنم برای کودکاره بعد رحمتی کلام برای سخنهای خوب ما دینا ویدیو نکردیم نپرتیم رستیگه هر روز میدونم که بسیار روز جدن میکنم ویدیوی ما را نمیکنم ویدیو نپرتیم از سبب که مدینه تا بگاه قطعی از نکن کدامی که در افیری رسول بود میدونه تا بگاه قطعی از نکن ما خانه کفتیم فقط خانه کوارتیر کفتیم در خدا پتلوک بعد امتنستری ما گریخت امتبر ویدیو هم نکردیم رستیگه بگشید ویدیو هم نبود که بکردیم و رو ویدیو نکردیم برای که میره یادش ها میگن یادش نمیگن به نهایت قیمت کوارتیر ها با بالای قیمت بوده کشونده 4,000 بالا هم با میگن 3-4 ماه پریود 3-4 ماهش هم میگیریم و میشینید نمیدونم باید چقدر فکر مینم ما حیران میشم در فکر باید خواهشه گرفتم نسخته بگیرم گفتم نمیدونم باید چقدر فکر میکنن دوستای عزیز میگن که 4 ماهشه یا 5 ماهشه پیش پرداخت میکنید یکم میسپرید بعد میشینید اما آدمایی که کوارتیر میکنن با فکر من از رنگی ما ماه به ماه داده میتونن تمام خیلی پیش پرداخت کردن نمیتونن با اگر قایب پولی که پیش پرداخت دو 5,000 اگر میگه 5,500 او میگه پیش پرداخت 5 ماهش پیش پرداخت کنی 25,000 تومان میشه او 25,000 تومان میره قشلاق یا خونه شروع میخوره یا زمین میخوره خونه میدوزه هم خیلی نمیدونم چقدر فکر میکنم با میگن که با همه قپول با میگن که ای شما کودک بسیار دارید شما رو نمیشونیم خانمانو بیزید میکنن چون نمیدونم چخلی زمان شده چخلی آدمگری شده یکان وابشه آدمگری هم موندگی نیسته کودک چیکار میکنیم رو خیلی شما چخلی خانه رو سپردید و میخواد بگیرید نه باید کودک ما مایدکیش باید سنفی 4-5 و دوستانی عزیز و مهربان ما در اینجا باشه با شما خیر خوش میکنم
ما از انشالله که یک کوارتیر دیدنی میریم صاحبش نیسته و میتوانیم خانه را کم کم ویدیو کنیم و در ولاگ آینده من میمونیم. خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشد. خیر دوستان عزیز.